اینجا دهه ایلاک است. دهه ایلاک یکی از کلانترین دهه در حدود جماعت دهات قلعه دشت ناحیه فیض‌آباد می باشد. اهالیش 2949 نفر را تشکیل می دهد که تمام اهالی این دهه تاجیکان می باشند و از 524 خواجگی عبارت است. دهه ایلاک در مسافه یک روزه راه در شرق وشگیر واقع بود و استخر آن را آخرین شهر وشگیر در مرز راشد گفته است. حالا یکی از دهه‌های ناحیه فیض‌آباد و همرودی که از حدود این ناحیه گذشته و دریای کافرنیهان می‌ریزد ایلاک نام دارد. عالم روس برتولد ویرانه‌های استقامت قلعه دشت را مکان شهر عصر میانگی ایلاک می‌شمارد. در خریطه عصر 19 این موضع در شمال شرق فیض‌آباد میان این ناحیه و آب گرم محل با نام ایلاک دره قید شده است که احتمال محل اصلی ایلاک عصر میانگی در آن واقع باشد. دریا در ناحیه فیض‌آباد، دریای ایلاک، کلانترین شاهاب چپ دریای کافرنیهان از حدود ناحیه فیض‌آباد، ناحیه وحدت و ناحیه رودکی جاری است. رازی دریا 97 کیلومتر بوده مساحت حفظش 829 کیلومتر را تشکیل می دهد. دریا از چشمه دهه ایلاک که در دامنه جنوبی قطارکوه قراتگین و سرخک و پایانابش از وادی حصار می گذرد. منبع دریا آبهای زیر زمینی و برف و باران می باشد. صرف میانه بسیار ساله آب 0.5 متر کوادراتی را تشکیل می دهد. در دریای ایلاک شیرماهی، زغار ماهی و در بالا آبش گل ماهی است. آب ایلاک برای آبیاری زمین ها و از آب تامین کردن اهالی استفاده می شود. دهه یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و یک مؤسسه تحصیلات میانه، نقطه های خدمت رسانی معیشی، خانه سلامتی، 41 خواجگی دهخانی، 7 مغازه، 2 داروخانه، سرتراشخانه، کارگاه دوزندگی، بوستانسرا، خواجگی کلکتیوی ایلاک، آسیای آبی، 2 آسیای برقی، سیخ کارکرد چوب و تخته، نقطه فروش محصولات سوزشواری، گوشه دهقان، هفتا سرویس، گستاخانه آهنگری، 2 تالار ورزشی، کارخانه کارکرد محصولات شیری، جمعیت دارای مسئولیتش محدود سهراب جان، کارخانه استحصال آبهای نوشاکی مینرالی و رنگه، مسجد جامع مرکزی، مسجد 5 وقته دارد. مردم دهه و باغداری، غله‌کاری، چارواداری، کتاشک پروری مشغولند. زمین ها از چشمه ها آبیاری می شوند. مقبره شیخ عبدالرحیم دولت و مسجد جامع مرکزی ناحیه فیض‌آباد در همین دهه جایگیر است.